علی جون ما وضعمون انشالله خوب میشه. همه چی میخرم، یه موتور میخرم، یه کمد میخرم، یه اتو برای مادرت، یه یخچال بزرگ. شاید خونه رو هم عوض کردیم، رفتیم یه خونه بزرگ اجاره کردیم. خلاصه همه چی میخرم. یکی از برای زهرا بخرم. اون چه چیزی نیست، برای تو هم میخرم. مفهوم اصلی به نظر من گذشت پدر است، کار میکند حتی ذره‌ای برای خود بر نمیدارد. این میشه من میتونم قسم بخورم پدرها 5% زحمتشون هم برای خودشون بر نمیدارن، همه‌شو برای خانواده دارن خرج میکنن. باباها رو اذیت نکنید. بابا خیلی مرده، هیچ وقت بابا رو نشکنید. بابا همه چیش قشنگیش به غرورش.